الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از یکی دیگر از برنامه‌های بازسازی اندیشه. امید است که پروردگار متعال سبحانه و تعالی همه من و شما را با فکر و اندیشه اسلامی مزین بکنه و ما را از افکار پوچ و افکاری که تو خالی هست الله متعال نجات بده. بینندگان عزیز و گرامی، چنانچه شما مستحضر هستید ما در برنامه‌های گذشته هم پیرامون موضوع زن مطالب را مطرح نمودیم. وقتی میگوییم زن، تنها مراد ما همسر نیست، بلکه مطلق زن هست. این زن چی مادر باشد، چی خواهر باشد، چی دختر باشد و چی همسر باشد، خلاصه این که در مورد از زن ما میخواهیم حرف بزنیم و صحبت بکنیم. و در برنامه‌های گذشته پیرامون موضوعاتی در چارچوب مطلب که ارتباط میگیرد به جایگاه زن و حقوق زن مطالبی عرض کردید. قبل از این که ما مفصلتر در مورد شبهاتی که پیرامون از زن هست مطرح بکنیم و در مورد آنها حرف بزنیم و گفتگو نماییم، خوب است که بدانیم یکی از گروه‌های مهم و اساسی که حقیقتاً برای شبهه وارد کردن پیرامون این موضوع و پیرامون موضوعات مهم و اساسی مسلمانان دست بالایی دارد، مسیحیت است. اگر شما امروز سکولاریسم ها را میبینید، سکولارها را میبینید که پیرامون اسلام حرفه هایی دارند و خودشان را مسلمان مینامند، اینها در حقیقت جیره‌خواران مدرسه مسیحیت هستند. و اگر شما خاورشناسا را میبینید، یا به تعبیر دیگر کسایی که خودشان را به عنوان مستشرق معرفی میکنند و از مدرسه استشراق فارغ شده اند، حقیقتاً جیره‌خواران و شاگردان مکتب مسیحیت هستند. چون بعد از آن که مسیحیت در مقابل مسلمان ها نتوانست ایستاد بشه در قرن 16 میلادی، خودش را عاجز دید که در مقابل مسلمان ها بتونه مبارزه بکنه، یعنی مبارزه فیزیکی در مقابل مسلمان ها ماندند، روی آوردن به استشراق. و این استشراق حقیقتاً شاگرده های مسیحی هستند، افراد مسیحی هستند که در مدارس مسلمان ها، در دانشگاه های مسلمان ها، در ممالک اسلامی زندگی می کنند و یا این که مدتی در آنجا می آیند و بود و باش می کنند و از مدارس اسلامی و از علمای اسلامی اسلام را فرا می گیرند به خاطر تخریب اسلام. هدفشان شبهه پراکنی است، چیز دیگری نیست که در فارسی به آن خاورشناس ها میگن، خاورشناس. و این افراد حقیقتاً گفتیم که اساسشان برمیگرده، یعنی کسی که مؤسس اینهاست یا افراد و مؤسسین اینها مذهب مسیحیته. و اکثراً شبهاتی که پیرامون اسلام و به خصوص پیرامون زن مطرح میشه از جانب این مستشرقینه
از جانب همین خاورشناس هاست یا از جانب شاگرده های اینها که در لباس مسلمان خودشان را معرفی می کنند که ما به آنها سیکولارها می گوییم، که دین را، اسلام را از صحنه اجتماع خارج می کنند و این گروه به نام سیکولارها معروفند یا به عربی به آنها علمانی میگند و به همین ترتیب این گروه ها عموماً سرمنشأ آنها چی سیکولاریسم که حقیقتاً سرمنشأ میگیره از مسیحیت که دین را جدا میکنه از اجتماع، دین را جدا میکنه از سیاست، که سرمنشأش از آیین مسیحیت، از آیینی که مسیحیت آن را ادعا میکنه، چون دینی است بدون سیاست، دینی است بدون برنامه در موضوعات سیاسی. و اگر این مستشرقین هم هستند که حرف اونها جداست، چون خاورشناس ها حقیقتاً از گروه مسیحی ها هستند، مسیحی هستند و برای تخریب اسلام، برای تخریب اذهان مسلمان ها در مدارس اسلامی درس میخونند، بعد میآیند پیرامون اسلام شبهه پراکنی میکنند. ما خواستیم که در این برنامه با همدیگر پیرامون جایگاه زن و یا حقوق زن در کتاب مقدس صحبت بکنیم. کتاب مقدس حاوی عهد جدید و عهد قدیم هست. عهد قدیم همان تورات هست و بعضی از نامه ها و صحف پیامبران دیگر، و عهد جدید اناجیل چهارگانه هست همراه نامه های رسولان و آنچه که ملحقات عهد جدید می شود. و به عهد جدید و عهد قدیم میگویند کتاب مقدس، مجموعاً به اینها میگویند کتاب مقدس. و مسیحیت ادعا می کند که ما به هر دوی اینها باور و ایمان داریم. به خاطر اینکه حضرت عیسی علیه السلام، این مقدمات را میگویم تا به اصل مطلب برسیم، به خاطری که حضرت عیسی علیه السلام خودش در کتاب انجیل، در یکی از اناجیل چهارگانه میگوید که من نیامده ام که تورات را از بین ببرم یا تورات را منسوخ کنم، بلکه آمده ام تا احکام تورات را کامل بکنم یا تورات را، احکام پروردگار را در میان شما گسترش بدم. و در جاهای مختلف در انجیل آمده که حضرت عیسی علیه السلام اشاره می کند که من فرستاده شدم برای اینکه خرافات بنی اسرائیل را از بین ببرم. در قرآن عظیم الشأن هم به این موضوع اشاره شده که الله متعال میگه و رسولا الی بنی اسرائیل. عیسی علیه السلام رسول و فرستاده برای بنی اسرائیل فرستاده شده، رسول است و فرستاده شده است برای بنی اسرائیل. میخوام که از انجیل متی فصل 5 به خدمت شما چند آیه را نشان بدم که حضرت عیسی علیه السلام در مورد تورات عقیده و باورش چیست، به خاطری که ما در این برنامه از تورات هم نقل میکنیم و از اناجیل هم نقل میکنیم. پس مسیحی نیاید بگوید که شما از تورات نقل کردید مربوط میشه به یهودی ها. نه خیر، مربوط به شما هم میشه، چون حضرت عیسی علیه السلام میگه. حالا با هم دیگر این آیات را میخوانیم که حضرت عیسی علیه السلام چی میگه. اگر این قسمت را اتاق فرمان زوم بکنن، اینجا نام گذاشته به نام احکام تورات و این کتابی است که در میان مسیحی ها به نام کتاب مقدس مشهوره. کس نمیتونه این را انکار بکنه. این ترجمه تفسیری کتاب مقدسه که امروز در میان مسیحی های فارسی زبان مروجه. آیت 17 فصل 5 متی، موعظه سرکو. موعظه سرکو مشهوره، یعنی در میان مسیحیت و در میان مسیحیان موعظه سرکو با ارزشترینه، با ارزشه، خیلی با ارزشه، چون نکات مهمی به تعبیر اونها از زبان حضرت عیسی علیه السلام موعظه‌ای که سرکو کرده واضحه و نکات مهم اشاره شده. حضرت عیسی میگه آیت 17 میگه گمان مبرید که آمده ام تا تورات موسی و نوشته های سایر انبیا را منسوخ کنم.
این نکته را توجه داشته باشید. حضرت عیسی با صراحت میگه که من نیامدم که تورات موسی و نوشته های سایر انبیا. به همین واسطه وقتی شما در کتاب مقدس مراجعه کنیم، در عهد قدیم شما 5 نامه یا 5 بخش از این بخش ها را میبینید که مربوط میشه به تورات. بعد از آن مطالب دیگری هست که مربوط میشه به نامه های دیگر پیامبران یا صحف دیگر پیامبران. در عهد قدیم کاملا واضح و مشخصه. کسایی که این کتاب در نزد خودشان دارن یا حتی در اینترنت میتونین شما مراجعه بکنین و این را مشخصا ببینین. اینجا میگه که گمان مبرید که آمده ام تا تورات موسی و نوشته های سایر انبیا را منسوخ کنم. بعد میگه من آمده ام تا آنها را تکمیل نمایم و به انجام رسانم. در این آیت 18، این آیت 17 بود. آیت 18 میگه براستی به شما میگویم که از میان احکام تورات هر آنچه که باید عملی شود یقینا همه یک به یک عملی خواهند شد. حضرت عیسی علیه السلام کاملا مطمئنه و میگه که باید شما به تورات عمل بکنیم. پس یک مسیحی نمیتونه بیا اینجا به ما استدلال بکنه و بگه که نه شما از کتاب تورات در اینجا نقل کردید، کتاب تورات در پیش ما دارای ارزش نیست، بلکه کتاب انجیل است که در نزد ما ارزش داره. شما در این کتاب مقدس که حاوی عهد قدیم و عهد جدید هست مطالب عجیب و غریبی در مورد زن مشاهده میکنید که من دوست دارم این مطالب را یکایک به خدمت شما عزیزان به نمایش بگذارم از اصل کتاب مقدس که شما ببینید که مسیحیت اصل عقیده و باورش در مورد زن چی هست. امروز اینها می آیند در کشورهای اسلامی داد میکشند یا در شبکه‌های فارسی زبان داد میکشند در میان فارسی زبانان ما که اسلام دینی است که به زنها ظلم کرده، به زنها این کار کرده، به زنها اون کار کرده، حقی برای زن نداده، حقوقی برای زن نداده. دین محبت، دینی که حقوق زن میده، دین مسیحیته. اگرچه ما در مورد دین محبت که آیا واقعا دین مسیحیت واقعا این دینی که اونها ساختند امروز، ما اصل هدف ما دین مسیحیت واقعی نیست. این منسوخ شده ای که حالا فعلا وجود داره، منظور ما این آیین هست و الا آیین آسمانی و آیین الهی با همدیگر متفاوت نیست، فرق نمیکنه در مسائل مهم همچون مسائل. خب بحث ما اینجاست که اینها میآیند در کشورهای اسلامی داد میزنند که بله دین مسیحیت فلان است و فلان است و به زن این گونه حق داده، این گونه حق داده و لجام گسیختگی را از طرف کلیساها برای زنها شروع میکنن به تبلیغ کردن تا اینکه برای خودشان پیروان جمع بکنن. اما بیاین با هم دیگر مراجعه بکنیم، عقل خودمان را به کار بیاندازیم، از این سواد و از این دانشمان استفاده بکنیم که آیا واقعاً آنچه که امروز کلیسا ادعا میکند، این کلیساهای مختلفی که وجود دارند با روشها و مناهج مختلفی که وجود دارند مردم را به سوی خودشان دعوت میکنن با تفاوت‌های کلی که در میانشان هست، آیا واقعاً اینها راست میگن؟ آیا ادعای اینها واقعاً راسته؟ واقعاً اسلام این گونه‌ای که اینها میگویند اسلام امین است؟ و آیا مسیحیتی که اینها میگویند آیا همان مسیحیت واقعی همین است؟ بیاین با هم دیگر مراجعه بکنین، سری بزنین به کتاب مقدس. چند نمونه را که مشت نمونه خروار به خدمت شما عرض میکنم. نمیخوام، کل مسائل بسیار فراوان است، فقط مشت نمونه خروار به خدمت شما بعضی از آیات را و بعضی از نکات را، چی از عهد قدیم چی از عهد جدید که باز هم به همان کتاب مقدس میشه، نقل میکنم. شما در اینجا مشاهده میکنیم که حقیقتا دین مسیحیت برای زنها حق سخن گفتن در مورد کلیسا را نمیده، حق تعلیم دادن برای مردان را نمیده. اینجا را خوب توجه بکنید. این قسمت را اگر عزیزان زوم بکنند که تمام عزیزان این نکته را متوجه باشند و ببینند. میگه این نامه اول تیموتائوس هست. اول تیموتائوس در این قسمت بالا اگر نشان بدن عزیزان، اول تیموتائوس دو نامه هست، نامه اول و نامه دوم. این نامه اوله، اول تیموتائوس فصل دوم یا باب دوم آیت 11. اینجا پایین بیاین نشان بدین. آیت 11 ببینید چی میگه. میگه زنان
باید در سکوت و با اطاعت کامل به فراگیری مسائل روحانی بپردازند. زن حق نداره که حرف بزنه. بعد میگه در آیت 12 میگه اجازه نمیدهم زنان به مردان چیزی یاد دهند. اولین نکته را در بالا توجه کنید، زنان باید در سکوت و اطاعت کامل به فراگیری مسائل روحانی بپردازند. زن چرا حرف بزنه؟ زن باید در سکوت تمام باشه. حق نداره که حرف بزنه، نظر بده در مسائل کلیسا و در مسائل دینی و در مسائل روحانی. بگذاریم که داخل خانه باشه. با آیات دیگر میایه در کتاب مقدس که اشاره به این میکنه که داخل خانه باشه. بعد آیت 12 میگه اجازه نمیدهم زنان به مردان چیزی یاد دهند و یا بر آنان مسلط شوند. زنان باید در جلسات کلیسایی ساکت باشند. ساکت باشن، حرف نزنن. چرا زن باید حرف بزنه؟ زن باید ساکت باشه، سکوت اختیار بکنه. و چرا یک زن به مرد چیز یاد بده؟ این نکته را توجه کنید. ولی اسلام عزیز را ببینید چقدر زیباست. یکی از فقیه های مهم و اساسی که در دین اسلام هست ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها. یکی از راویانی که بیشترین حدیث را روایت کرده ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها است که بیش از 5000 حدیث ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت کردند و ما دین خود را از این 5000 حدیث میگیریم و از بقیه احادیث. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها وقتی مشکل صحابه برخورد میکردن مراجعه میکردن به نزد زنان پیامبر. حتی در قرآن کریم داریم که الله سبحانه و تعالی میگه که در آنچه که ای زنان پیامبر، آنچه که در خانه برای شما خوانده میشه شما برای مردم بازگو بکنین. برای زنان دیگه بازگو میکردن. حتی برای مردان صحابه میآمدن از ام المؤمنین عایشه صدیقه سوال میکردن و ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها به ایشان تعلیم میدادن. میگفتن که رسول الله چیکار میکردن داخل خانه، رسول الله علیه السلام چگونه نماز میخواندند، رسول الله علیه السلام چگونه روزه میگرفتند. از اعمال داخل خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم اطلاع میدادن. ولی در اینجا چی میگه؟ اینجا را خوب توجه کنید. میگه که اجازه نمیدهم زنان به مردان چیزی یاد دهند و بر آنان مسلط شوند. این سه نکته. زنان باید در جلسات کلیسایی ساکت باشند. چرا؟ علت چیه؟ چرا باید زنان ساکت باشند؟ اینجا میگه علت این امر آن است. آیت 13 علت این امر آن است که خدا نخست آدم را آفرید و بعد حوا را. چون الله متعال اول آدم آفریده بعد حوا را آفریده، پس حق نداره که زن برای مرد چیز یاد بده. حق نداره که زن از اطاعت مرد خودش را خالی بکنه و اطاعت مرد را نکنه. حق نداره که زن بر مرد مسلط بشه در همچون مسائلی که بیایه برای او چیز یاد بده. بعد میگه آیت 14 میگه و این آدم نبود که فریب شیطان را خورد، بلکه حوا فریب خورد و گناه کرد. به خاطر که حوا، حالا ما نمیگیم که به هر حال حضرت حوا علیه السلام ما احترام به ایشان داریم، این گونه هم نمیگوییم که به خاطر که حوا علیه السلام همچون کاری انجام داد یا از اون درخت ممنوعه ایشان و همسرشان آدم علیه السلام خوردند بیاین ما گناه زنان دیگر را بیاندازیم به گردن اونها. به خاطر که حوا علیه السلام این کار انجام داد، دیگر زنان حق ندارن که برای مردان چیزی یاد بدن، دیگر زنان حق ندارن که کاری بکنن. به خاطر چی؟ به خاطر که حوا علیه السلام به تعبیر اینها گناه کرد و باید سزای این گناه را اینها بکشن. عجیبه. بعد در آیت 14 میگه و این آدم نبود که فریب شیطان را خورد، بلکه حوا فریب خورد و گناه کرد. آیت 15 از این جهت خدا زنان را به درد زایمان دوچار ساخت. این هم سزایشان. چرا حوا گناه کرد؟ به تعبیر اونها وقتی حوا گناه کرد باید زنها به درد زایمان مبتلا بشن. چی ربطی داره این دوتا با هم؟ بعد میگه اما اگر به او ایمان آورند و زندگی آرام و با محبت و پاکی را در پیش گیرند، روح ایشان را نجات خواهد داد. بله، باز اگر این کارو بکنن از او گناهی که حوا علیه السلام کرده به تعبیر اینها نجات مییابند. ولی با آن هم حق نداره که تعلیم بده برای مرد حق تعلیم نداره که بده. این یکی از حرفه هایی است که در انجیل وجود داره، ولی امروز بیاین ببینین که میاین در کشورهای اسلامی چی اعلان میکنن.
چی میگویند اصلا؟ اسلام آمده شرایطی را برای بیرون شدن از خانه، بیرون شدن زن از خانه، فراگیری علم برای زن شرایطی را تعیین کرده. تحت شرایط هم هیچ مشکلی هم نداره، ولی اینها میآیند در کشورهای اسلامی فقط هدفشان لجام گسیختگی است که در میان زنان مسلمان یک لجام گسیختگی برا بیاندازند و مسلمانان را از دین آنها دور بکنند. و الا ببینین که این چی میگویند. بیاین یکی دیگه از نمونه ها را ببینین که در مورد زن چی میگویند، در مورد مقام زن و مرد. این نکته را توجه کنید. در اینجا میگه اول قرنتیان، این هم دو نامه هست، اول قرنتیان و دوم قرنتیان. در باب 11 میگه مرد جلال و شکوه خداست. در آیه 7 مرد جلال و شکوه خداست و به شکل او آفریده شده. زن نیز جلال و شکوه مرد می باشد. ببینین، زن جلال مرده، مرد جلال خدایه. و بعد میگه که مرد به شکل خدا نعوذ بالله آفریده شده. میگه نخستین مرد از زن به وجود نیامد، بلکه اولین زن از مرد به وجود آمد. در ضمن آیت 9 در ضمن نخستین مرد که آدم بود برای حوا آفریده نشد، بلکه حوا برای آدم آفریده شده. آیت 10 پس زن باید سر خود را بپوشاند تا نشان دهد که مطیع شوهرش می باشد. با این نکته مشکل ندارین، ولی ببینین امروز مسیحیت چی میگه، چی اعلان میکنه؟ میخواه که حقیقتا سرهای زنان مسلمان را برهنه کنه. بله، اونها را بی‌حجاب کنه. میگه این حجاب برای شما تحجره، این برای شما زندانی است. چرا شما سرهای خود را میپوشیم و اینقدر خود را پوشیده میسازین؟ ولی در اینجا چی میگه؟ نکات اول که گفتین در مورد مرد و زن چی گفت؟ بعد میگه پس زن باید سر خود را بپوشاند تا نشان دهد که مطیع شوهرش می باشد. این واقعیتی است که حتی فرشتگان به آن توجه دارند و به سبب آن شادند. پس باید زنان مسیحی سر خودشان را بپوشانند. چرا نمی پوشانند؟ چرا یک زن مسیحی به عنوان یک مجری، خودش را راهبه هم میگه، به عنوان یک مجری میآید در شبکه فارسی زبان، ماشاءالله سرش برهنه و با یک لباس بسیار بسیار بد و زشت حاضر میشه؟ چرا اینها به کتابشان عمل نمی کنند؟ این خب نمیتونین باز بگین این توراته. خب این عهد جدیده. اول قرنتیان از عهد جدیده، از نامه های پولسه. باز هم میگین که نه، این از تورات هست. و ما در مورد تورات هم صحبت کردیم که حضرت عیسی نیامده که آن را رد بکنه و منسوخ بکنه. چرا به این عمل نمی کنند؟ به خاطری که میخواهند نفسهایی که طلب لجام گسیختگی را دارند به اونها لجام گسیختگی یاد بدن. کسایی که اونها میخواهند سرشان برهنه باشه، برای اونها راهی نشان بدن که دین مسیحیت به این کارها کار نداره. حتی شما ببینین، بنده تعقیب کردم و تعقیب میکنم اینها را، حتی در داخل کلیساها که اینها عبادت میکنن. نمیخوام نام کلیساها را بگیرم، ولی خودم با چشم خودم دیدم و نیازی ندارد که شما حتما سخن من را بدون تصدیق و بدون حرف حالا تصدیق بکنید. اینجا شبکه وصال هست، نیاز هم نیست که ما کلیپ های آنها را از داخل کلیساها پخش بکنیم که زنان با چی وضع و با چی حالی داخل کلیسا در حال عبادتن. چرا به اینها کشش های مسیحی چیزی نمیگویند؟ چرا علمای مسیحی به اینها چیزی نمیگویند که سرشان را بپوشانند؟ حتی ما در همین انجیل داریم که میگه زن سر خود را بتراشه، بهتر از اینه که موهای خود را برای دیگران نشان بده. چرا سرهای اینها را نمیتراشین؟ چرا وقتی اینها وارد کلیسا میشن سر اینها برهنه؟ به خاطری که شما میخواهید، هدفتان این هست که شما نمیخواهید اینها را از این لجام گسیختگی نجات بدید. نمیخواهید که حقیقت مسیحیت را به اینها بگید، چون اینها افرادی هستند که به دنبال لجام گسیختگی و به دنبال بی‌حجابی و به دنبال این که هیچ قید و بندی برای خودشان نگذارند، به دنبال این هستند. و شما هم همین را میخواهید. و الا چی نیازی هست که شما در کشورهای اسلامی میایید مسئله حجاب را مطرح میکنید و میگویید که این نوع تحجر است برای شما زنها؟ چرا برای شما میگویند سر را بپوشانین؟ چرا برای شما میگویند دست و پای خود را بپوشانین؟ چرا به شما میگن که شما بدن خود را از نامحرم ها نگه بدارید؟ اما ببینین که در انجیل چی هست، در کتاب مقدس چی هست، در کتاب مقدس چی وجود دارد. این در مورد
این که در مورد مرد و زن چی میگویند که زن باید چگونه باشد. در جای دیگر در همین انجیل باز هم اول قرنتیان هست فصل 7 یا باب 7، ببینین که در مورد طلاق چی میگه. در مورد طلاق که مرد حق نداره زن خود را طلاق بده و زن حق نداره که طلاق از مرد بگیره. ببینید چی میگوید. اینجا اول قرنتیان هست فصل 7 یا باب 7. در آیه 10 میگه که در اینجا برای آنانی که ازدواج کرده اند دیگر نه یک توصیه بلکه یک دستور دارم، دستوری که از جانب من نیست بلکه خود خداوند آن را فرموده است و آن این است که زن نباید از شوهرش جدا شود. زن نباید از شوهرش جدا شود. بعد میگه که اما اگر قبلا از او جدا شده است بهتر است یا مجرد بماند یا نزد شوهرش بازگردد. شوهر نیز نباید زن خود را طلاق دهد. اینجا رو شما توجه کنید که چی امری است، چی دستوری است. برای زن اجازه طلاق نمیده. طلاق چیز خوبی نیست، اجازه بدین که این نکته را باز کنم، ولی در اسلام مشروع هست، جایزه. نگفته که حرامه، نگفته که زن حق نداره که طلاق بگیره، نگفته که مرد حق نداره زنش را طلاق بده. منظورم از این که زن طلاق بگیره موضوع خل هست که این موضوع فقهی هست. حالا بحث اینجاست که زن میتونه که تقاضای طلاق بکنه، مرد میتونه زنش را طلاق بده در صورتی که راههایی که شریعت اسلام برای اصلاح شدن زندگی زناشویی مطرح کرده مد نظر گرفته بشه. یعنی این گونه هم نگفته که لجام گسیختگی باشه به هر ترتیبی که زن را از این طرف بگیر از اون طرف بگو برو یالله طلاق هستی. نه دیگه، این گونه هم اسلام نگفته، ولی طلاق را مشروع قرار داده در صورتی که زندگی زناشویی سخت بشه، در صورتی که این زن و شوهر نتونن دیگه همدیگه را تحمل بکنن، در صورتی که زن و شوهر برایشان زندگی تلخ بشه، دیگه نتونن که این زندگی را از این بیشتر پیش ببرند. در همچون صورت اسلام آمده طلاق را به رسمیت شناخته. اما دین مسیحیت اجازه طلاق را نه برای مرد میده، میمیری زنده میمانی به هر ترتیبی که میتونی با همین شوهر باید زندگی بکنی. حق طلاق نیست. اما متاسفانه بگوییم که کلیساها امروزی در این مورد عقب نشینی کردن، عقب نشینی دارن. این تنها مورد اول نیست که عقب نشینی مسیحیت را ما در این مورد میبینیم، چون وقتی در تناقض واقع میشه، وقتی دینشان مسیحیت آیین خودساخته آنها که منسوخ شده و خودساخته خود آنهاست مسیحیت واقعی نیست، وقتی که در تناقض با آنچه که امروز در جهان واقع میشه قرار میگیره، عقب نشینی میکنن، فرار میکنن. مثل که من مورد حجاب را به خدمت شما عرض کردم، چی میگه کتاب مقدس چی میگه، ولی اینها امروز چی کار میکنن؟ عقب نشینی کردن، چون اینها به دنبال پیروانند، به دنبال این نیستن که پیروانشان متدین بشن، به دنبال این نیستن که پیروانشان چیزی بفهمن. در اینجا هم حق طلاق را از زن میگیره. حتی زن حق نداره که تقاضای طلاق بکنه و مرد هم حق نداره که زنش را طلاق بده. یعنی به هر جوری که میخوان خلاصه این زندگی را باید بکنن. حالا خوش نیستن، این مهم نیست. اما چی میگه در آیه 11؟ در اینجا چی میگه؟ اما اگر قبلا از او جدا شده هست بهتر است یا مجرد بماند یا نزد شوهرش بازگردد. از این دو را باید انتخاب بکنه. اگر قبل از این دستوری کار انجام داده، حالا مرد زنش را طلاق داده یا زن تقاضای طلاق کرده از شوهرش، حالا شوهرش او را طلاق داده، خلع کرده، آیا حق دارن که اینها به همین ترتیب بمانن؟ نه، دو را دارن. از نظر کتاب مقدس دو را دارن. یکی این که باید برای ابد مجرد بمانه، دیگه زن حق نداره که با شوهر دیگر ازدواج کنه. این یک را که این واقعا ظالمانه، حقیقتا ظالمانه برای زن.
زن دوست نداشته که با این شوهر زندگی بکنه، حالا طلاق گرفته، حالا طلاق داده شوهرش را. آیا باید جبران با این زندگی کنه؟ حقیقتا یعنی حکم ظالمانه ای هست، حکم ظالمانه ای هست که در کتاب مقدس وجود داره. امروز اینا میان در مورد اسلام حرف میزنن و شبهه پراکنی میکنن پیرامون حقوق زن. سبحان الله، انسان تعجب میکنه. وقتی خانه‌ات از شیشه است به طرف خانه مردم سنگ نینداز. این گناه است. این زن بیچاره، این زنی که به تعبیر آنها بدبخت، حالا دو را داره. یکی این که باید این زن برای ابدالآباد مجرد بمانه که این ظلمه، و یا این که باید به شوهرش بازگرده. حالا شوهری را دوست نداره، چیکار کنه؟ این زن بیچاره چی اشتباهی کرده که با این ازدواج کرده؟ نه، یا باید به او بازگرده یا مجرد بمانه. از این دو راه یکی را باید انتخاب بکنه. راه سومی نیست، راه سومی نیست. بعد میگه شوهر نیز نباید زن خود را طلاق دهد. شوهرم حق نداره، میخواد از زنش خوشش بیایه، میخواد نیایه، میخواد زندگی بر او جبری هست یا رضایتی هست، به هر ترتیب باید زندگی را پیش ببره. آیا این ظالمانه نیست؟ کجاین اونهایی که ادعا میکنن که در اسلام حق زن و حقوق زن مراعات نشده و در مسیحیت که به تعبیر آنها دین محبت و دین صلح و آرامش و خوبی است، این چه حکمی است که برای زنها صادر شده از طرف کلیسا؟ اما وقتی کلیسا دید که این حکم خیلی ها را مسلمان میکنه، از این عقب نشینی کرد. این آیات را امروز شاید در شبکه ها نیاین اعلان کنن. فکر نمی کنم که این آیات را بیان اعلان کنن، یا اگر اعلان کنن آن را شاید تعویل بکنن، تعویل و توجیهات غلط بکنن. و این ترجمه تفسیری کتاب مقدس است که خودشان ترجمه کرده. دست من هم ترجمه نشده، چون من زبان عبرانی نمیدانم. دست یک مسلمان هم نشده، بلکه این کتاب مقدس را خودشان در میان مسلمان ها تقسیم هم میکنن. ماشاءالله تقسیم میکنن. و از یک جهت دیگر سخنم طرف زنانی است که مسیحی هستند و زبان ما را میدانند. شمایی که خودتان را مسیحی میدانید و به عنوان یک زن هستید، آیا از اینها، از همچون حرفها احساس حقارت نمی کنید؟ آیا برای شما این حقارت نیست؟ آیا این برای شما ظلم نیست؟ تعدی نیست؟ تجاوز نیست؟ چرا شما اینها را نمیخوانید؟ سوالم از شما این است که چرا شما از کشیش ها این سوالات را نمیپرسید؟ ای زنانی که مسیحی هستید، طرف از سخنم شما هستید، بروید پیش یک کشیش، کسی که شما در اونجا میروید عبادت میکنید در داخل کلیسایش و به شما همواره اعلان میکند که دین مسیحیت دین محبت و دین اسلام نعوذ بالله دین خشونت و حق زنها را از نداده برای زن حق. برین مراجعه بکنین، سوال بکنین این آیه را چی جواب میدی؟ دوباره این صفحه را نشان بدن که واضح بشه. اول قرنتیان باب 7 آیت 10 آیت 11 برین پرسان بکنین، اینها را یادداشت بکنین. اینها باور کنین ساخته من نیست، ساخته من نیست، خودشان این را نوشتن. برین این نکات را ببینین، با دقت بخونین که چی میگه. آیا یک زن نخواسته باشه که با یک کس زندگی را ادامه بده باید جبران با او زندگی بکنه؟ شما به عنوان یک زن آیا این را ظلم برای خود نمیپندارید؟ حقیقتا ظلمه. من به عنوان یک مرد احساس میکنم که ظلمه. و یک مرد وقتی خودش را در مکان یک مرد قرار بده، زنش با او سازگاری نداشته باشه، زنش زندگی درستی با او نکنه، آیا جبران باید با او زندگی کنه؟ حق طلاق دادن را نداشته باشه؟ این آیات را نشان بدید به اونها، بگین چرا شما امروز عقب نشینی کردین، این نکات را به ما نشان نمیدید؟ اگر واقعا دنبال حق هستید که ان شاء الله این گونه است. برین با هم دیگر بعضی آیات دیگر را ببینین. در دین مسیحیت، در آیین مسیحیت میگه که زن در ایامی که
مریضی ماهوار داره، یا تعبیر واضح تر بگم در ایامی که حیض هست، نجسه، برایش میگن نجس. خوب توجه کنید، در اسلام میگه مؤمن نجس نمیشه، مؤمن نجس نیست. چی نجاست؟ مؤمن نمیتونه نجس باشه. رسول الله علیه السلام با صراحت میگن مؤمن نجس نمیشه. ولی ببینین در اینجا چی میگه؟ میگه زن در ایامی که حیض است یا در ایام ماهوار نجسه. نه تنها میگه نجسه، ببینین چی میگه، بخوانین با هم دیگر. لاویان یکی از بخشهای تورات است. از 5 بخشی که در تورات هست. لاویان یکی از بخشهای تورات هست. در باب 15 آیت 19 شروع میشه، از آیت 19. این نکته را اینجا را زوم بکنن از آیت 19 که با هم دیگر بخوانیم. میگه زن تا 7 روز بعد از عادت ماهانه اش شرعاً نجس خواهد بود. نجس چی حرفی است؟ نجس خواهد بود. بعد میگه در آن مدت هر کس به او دست بزند تا غروب نجس خواهد شد. لا حول ولا قوة الا بالله. حتی نه اینکه زن در ایام ماهوار و در ایامی که مریضی ماهانه دارد نجس است، اگر کسی به او دست هم بزند تا غروب نجس میماند. به این اکتفا نشده، در آیت 20 میگه و او روی هر چیزی بخوابد یا بنشیند آن چیز نجس خواهد شد. سبحان الله. این زن بیچاره که با این مریضی ماهوار حالا گرفتار شده و این مریضی است که عارضی است، الله به اون این مریضی را داده، خودش نجس میشه، کسی به او دست بزنه نجس میشه، به جای بنشینه نجسه، به جای بخوابه نجسه، بسترش نجسه، فرشش نجسه، به هر جای بنشینه نجسه. عجبه. این حقوق زنه. این حقوق زنه که شما در کشورهای اسلامی میخواین که مسلمانها را گمراه بکنین، ولی در اسلام این نیامده. در اسلام این را نمیگه. فقط در اسلام آنچی که برای زن و برای مرد در واقع ناجایز قرار داده شده در ایام ماهوار اینه که مرد اجازه نداره که با زنش همبستری و مباشرت و جماع بکنه. میتونه با او بخوابه، دستش حلال است، میتونه غذایش را بخوره و احکام دیگری که در شریعت آمده که حالا نمیخوام مسائل فقهی را در اینجا مطرح بکنم. اما اینجا میگه خودش نجسه، کسی به او دست بزنه نجسه. خب غذایش خب بدون شک وقتی به جانش دست بزنن نجسه، خب غذای دستش کاملا نجسه به تعبیر اینها. و جای بخوابه نجسه، جای بنشینه نجسه. عجیبه این نجاست ها از کجا آمده؟ بیاین با هم دیگر برین آیه 22 23 و 22 و 23 بخوانید. آیات 21 22 و 23 میگه اگر کسی بر رختخواب آن زن، یعنی زنی که مریض حیضه، یا به چیزی که او روی آن نشسته باشد دست بزند، باید لباس خود را بشوید و غسل کند. عجیبه. به جان این زن دست نه، بلکه به اون جایی که خوابیده دست زده، به اون فرشی که نشسته دست زده. همین که دست زد نجس میشه، لباسش هم نجس میشه، باید لباسش را بشویه، غسل بکنه، هم بشویه و هم غسل بکنه. چرا اونجا نشسته؟ و شرعاً تا غروب نجس خواهد بود. این آیت 23. آیت 24 میگه مردی که در این مدت با اون نزدیکی کند شرعاً تا 7 روز نجس خواهد بود. اسلام نمیگه نجس میشه، بلکه گناهکار میشه، نباید این کار را انجام بده و مورد لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار گرفته و قرآن عظیم الشأن از این کار منع کرده. اما نمیگه مرد نجس میشه و هر رخت خوابی که او روی آن بخوابد نجس خواهد بود. بله اینجا دیگه خوبا، اینجا بیاین، اینجا را بسازین. حتی این مردی که با این زن هم بستری کرده تا 7 شبانه روز، خب این که نجسه، شرعاً نجسه به تعبیر اینها. و حتی این مرد بدبخت و بیچاره ای که حالا این عمل زشت را انجام داده، به هر صورت در اون رخت خوابی هم که بخوابه، اون رخت خواب از واسطه این مرد هم نجس میشه. خیلی خوب، برین آیه 25 ببینید.
میگه اگر خونریزی عادت ماهانه بیش از حد معمول جریان داشته باشد یا در طول ماه بی موقع عادت ماهانه او شروع شود، همان دستورات بالا باید اجرا گردد. همان دستوراتی که داده شد باید همه را اجرا بکنه. آیت 26 میگه که بنابراین در آن مدت او روی هر چیزی که بخوابد یا بنشیند درست مثل دوره عادت ماهانه عادی نجس خواهد بود. حتی اگر این که خونریزی ماهانه بیش از حد معمولم بشه و بی موقع عادت ماهانه او به وجود بیایه و شروع بشه، باز هم مثل همان احکام بالا که در آن مدت او روی هر چیزی که بخوابد یا بنشیند درست مثل دوره عادت ماهانه عادی نجس خواهد بود. هر کس به رخت خواب او یا به چیزی که او روی آن نشسته باشد دست بزند نجس خواهد شد و باید لباس خود را بشوید و غسل کند. او تا غروب شرعا نجس خواهد بود. یعنی همین که به روی رخت خواب نشسته یا دست زده در روی رخت خوابش یا جایی که نشسته بوده، 7 روز بعد از تمام شدن عادت ماهانه او دیگر نجس نیست. بعد از اینکه عادت ماهواره تمام شد و این عادتش کاملا از بین رفت، اون وقت باز دوباره پاک میشه. این احکام واقعا عجیبه. بینندگان عزیز، خواهر گرامیم، تو خب به عنوان یک زن احساس بکن که اگر برای تو بگن که تو در ایام ماهوار نجسی، کسی به تو نزدیک نشه، دست به جان تو نزنه، غذای تو را کسی نخوره، این واقعا توهین به شخصیت توست. حقیقتی است که توهین به شخصیت یک زن. آیا این از حقوق زن که شما اعلان میکنید و در کشورهای اسلامی میروید و میگویید که بله اسلام برای زن حق نداده و اسلام برای زن این کار کرده و اسلام برای زن اون کار کرده و شروع میکنید به بدگویی کردن اسلام و فکر میکنید که حقیقتا میتونید از این طریق زنهای مسلمان را شما گمراه بکنید؟ در این مورد بیاین به یک نکته دیگه هم اشاره بکنین از انجیل، از تورات، از عهد قدیم. ببینین در مورد زنی که بچه متولد میکنه و بعد از آن در مورد آن حکمشان چیست. این صفحه را ببینین با هم دیگر. لاویان، باز هم لاویان 12. لاویان 12 یعنی لاویان گفتیم که یکی از بخشهای عهد قدیم یا تورات هست. در باب 12 یا فصل 12 میگه که خداوند به موسی فرمود که این دستورات را به قوم اسرائیل بدهد، یعنی به قوم یهود. هرگاه این دستورات چیست؟ هرگاه زن پسری بزاید، آن زن تا مدت 7 روز شرعا نجس خواهد بود، همان گونه که به هنگام عادت ماهانه خود نجس است که ما در باب 15 به آن اشاره کردیم. میگه که این آیت سوم میگه روز 8 پسرش باید ختنه شود. این بحثی است که به ما مربوط نمیشه. در آیت 4 میگه آن زن باید مدت 33 روز صبر کند تا از خونریزی خود کاملا طاهر گردد. در این مدت او نباید به چیز مقدسی دست بزند و یا وارد عبادتگاه شود. این هم کار نداری. در اینجا چی میگه؟ در آیه 5 هرگاه زن دختری بزاید، آن زن تا 2 هفته شرعا نجس خواهد بود، همان گونه که به هنگام عادت ماهانه خود نجس است و او باید 66 روز صبر کند تا از خونریزی خود کاملا طاهر شود. در اینجا چی میگه؟ در بخش بالا، این در بخش بالا حقیقتا در مورد پسر است. در مورد پسر این نکته را خوب توجه کنید. میگه اگر زن پسر متولد بکنه در مدت 7 روز نجسه و 33 روز باید صبر بکنه تا کاملا طاهر بشه، پاک بشه. اما اگر دختر متولد کرد 2 هفته نجسه، 2 هفته نجسه و مدت 66 روز باید صبر بکنه، برخلاف بچه که 33 روز بود. در اینجا باید 66 روز، برخلاف پسر که 1 هفته زن نجس بود به تعبیر آنها، برای دختر 2 هفته نجسه. چرا این تفاوت؟ چرا این تفاوت؟ آیا واقعا این حق است برای دختر که اگر دختر متولد بشه باید مادرش
مادرش 2 هفته نجس باشه و بعد از آن هم که 2 هفته نجس باشه، در ما گفتیم نجاست هم نجاستی که بدبختی میاره، نجاستی که خودش نجسه، کسی دست بزنه نجسه، رخت خوابش نجسه، جای بنشینه نجسه، کسی به رخت خوابش دست بزنه باید غسل بکنه، لباسش را بشویه، کسی به جایی که نشسته دست بزنه باید لباسش را بشویه، غسل بکنه. و این فردی هم که با اون نزدیکی کرده خودش نجس میشه، به هر جا بشینه نجسه، به هر جا بخوابه نجسه. این چگونه هست؟ این طور نجاستی؟ به خاطری که دختر متولد کرده باید 2 برابر بشه این نجاستش. چرا؟ من سوالم اینه که چرا این تفاوت؟ سوالم از مسیحی هاست، از کشیش های مسیحی است، از کسایی که ادعای مسیحیت میکنند. سوالم از کسایی که چیزی نمیدانند نیست، از افرادی که ادعای فهم میکنند، از کسایی که ادعای دعوت به سوی مسیحیت میکنند. اینها را بیاین جواب بدین. اینها را بیاین جواب بدین. چرا این تفاوت؟ چرا پسر باید 1 هفته زن و مادرش نجس باشه و دختر 2 هفته؟ چرا وقتی پسر متولد میکنه آن نجاست بسیار خطرناکی که ما عرض کردیم؟ چرا وقتی پسر متولد میشه مادر 33 روز صبر میکنه، بعد از آن طاهر میشه تا خونریزیش از بین بره، اما وقتی دختر متولد میکنه باید 66 روز، یعنی 2 برابر، کلا 2 برابر باید صبر بکنه تا این که پاک بشه؟ چرا؟ این تفاوت را برای ما جواب بدید. موضوع حجاب را به ما جواب بدید. این مسائل دیگری که مطرح کردیم، این نجاست هایی که مطرح کردیم، نجاست های حسی که مطرح کردیم، اینها را بیاین جواب بدین برای ما. برای مسلمانان تشریح کنید. برای زن مسلمانی که شما دم میزنید که اسلام حق زن را نداده، بیاید اینها را تشریح کنید. واقعا جرأت کنید اینها را هم برای زنان مسلمان مطرح کنید. برای کسانی که شما اونها را فریب میدید این مسائل را هم مطرح کنید. چرا این مسائل را از مردم میپوشانید؟ چرا به دنبال تعویل و توجیه هستید؟ چرا اینها را برای مردم بیان نمی کنید و نمی خوانید؟ چرا در جلساتی که شما به اونها سخنرانی میکنید هی میگویید دین مسیحیت دین محبت و نعوذ بالله دین اسلام دین خشونت و دینی است که حق زنها را نقض کرده، در حالی که اسلام چالش اعلان میکنم که شما یک دین را، یک مذهب را، یک آیین را، مسیحیت را خوب که دیدیم، مسیحیت را دیدیم که چی میگه در مورد زن، یک دین را، یک مذهب را، یک گروه را که غیر از اسلام باشه شما نشان بدید که مثل که اسلام حق و حقوقی برای زن داده و جایگاهی برای زن قائل شده، بیاین یک مذهب نشان بدین، یک دین نشان بدین، یک گروه نشان بدین که مثل اسلام برای زن حق داده باشه. ما افتخار میکنیم که مسلمان هستیم، زن مسلمان افتخار میکنه که مسلمانه و با این حقی که اسلام به او داده. اما زن مسیحی باید همیشه سرش پایین باشه. زن مسیحی باید سرش پایین باشه. اینها را میشنوه چی بگه؟ من نجس میشم؟ یک زن نجس میشه؟ آیا این حقارت و خواری برای یک زن نیست که نجس باشه؟ کسی به او دست بزنه نجس بشه؟ به جایی که بخوابه نجس باشه؟ به جایی که بنشینه نجس باشه؟ حقیقتا هیچ عقل سالمی این حقارت ها و این توهین ها را برای خودش قبول نمیکنه. اجازه بدین که بینندگان عزیز با هم دیگر یک میان برنامه را ببینیم و بعدا انشاءالله در خدمت شما باز هم قرار خواهیم گرفت. هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة
رفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان. هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان. هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان. وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان. وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني. في وجهها أمل وملء عيونها هي نعمة الرحمن يا إخواني. نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني. في وجهها أمل وملء عيونها هي نعمة الرحمن يا إخواني. نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني. هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان. هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان. وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان. وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني. يا رب فاملأ بالمحبة بيتنا والود والإخلاص والإيمان. عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. در خدمت شما هستیم از ادامه برنامه بازسازی اندیشه. بینندگان عزیز و گرامی، ما پیرامون موضوع زن در آیین مسیحیت صحبت می‌کنیم و مطالبی را از کتاب مقدس که حاوی کتاب عهد قدیم و عهد جدید هست مطالبی را به خدمت شما ارائه کردیم و موضوعاتی را بیان نمودیم. از این به بعد عزیزان هم میتونن اشتراک داشته باشن و به شماره تماس که زیرنویس میشه
ان شاء الله تماس بگیرند و ما تماس های عزیزان را وصل خواهیم کرد و امیدواریم که عزیزان ما در مورد آنچه که مطرح شد صحبت بکنند. یا عزیزان مسیحی که اگر برنامه ما را شنیده اند حرفی در مورد این موضوع برای گفتن دارند تماس بگیرند و پیرامون آنچه که گفته شد اگر انتقاد دارند و یا هم اگر عزیزان پیشنهاد دارند در مورد موضوع برنامه که ما انتخاب کرده ایم میتونن ان شاء الله تماس بگیرن و حرف دلشان را مطرح بکنن و ان شاء الله ما هم آن را با جان و دل خواهیم شنید. اجازه بدین که اولین تماس را با هم دیگر بشنویم. سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید بیننده گرامی. الو. بیننده عزیز بفرمایید. سلام علیکم. سلامت باشین. تشکر از شما برادر گرامی. اگر لطف کنین صدای تلویزیون رو ببندین. سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید بیننده گرامی. بیننده عزیز صدای تلویزیون رو لطفاً ببندین. خب بیننده بعدی. سلام علیکم و رحمت الله. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم استاد گرامی. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر گرامی. خیلی ممنون از اینکه در رابطه با موضوع که گذاشتید واقعا موضوع جالب بود. من خودم به عنوان یک مسلمان هیچ وقت حالا نمیدانستم که این مسیحیایی که این همه ایراد به اسلام میگیرن، به قرآن ایراد میگیرن، به روایات ما ایراد میگیرن که مثلا زن حق و حقوقی نداره، نمیدانستم که وضعیت خودشون توی کتاب مقدسشون، توی انجیلشون اینقدر وضعیت اسفباری هست. بله. البته حق هم دارن، چون کسانی که یک همچین انحرافاتی در کتابشان دارن طبیعی هست که برای اینکه پنهان بکنن این انحرافات رو مجبورن بیان حمله بکنن به کتاب مقدس ادیان دیگه. بله. من از یکی از دوستانم که در هست شنیده بودم که در اون کتاب اول کتاب مقدس که مال یهودیات فکر میکنم عهد قدیم اسمش، بله بله، میگفت اونجا مطالبی هست رابطه با این که میگفتن کسانی هستند که نسبت‌هایی با انسان دارن، مثل پدرزن یا مادرزن یا خواهرزن یا برادرزن. میگفتن اینها از نظر مسیحیت اینها وارد بهشت نمیشن، اینها گناهکار هستند و وارد جهنم میشن. برای من تعجب برانگیز بود که این حکم آخه چه سندی داره، چه دلیلی داره، رو چه حسابی مثلا کسی که دخترش رو عروس کرده حالا برای یک دامادی شده پدرزن این باید به بهش نره و وارد جهنم میشه. حقیقتا برادر عزیز حقیقتا مشکل در مسیحیت در اصل و در ریشه مسیحیت نیه، چنانچه ما در برنامه هم گفتیم، در اول برنامه هم که یعنی حقیقتا اینها تحریف شده، اینها بر اساس امیال و آرزوهای خود آمدن چیزهای اضافه کردن و به نام دین حضرت عیسی و به نام دین حضرت موسی متاسفانه نسبت دادن. بله اینا اصلا کلا عقل را کنار گذاشتن و همش میگن محبت تا بهشون اشکال میکنی میگه خب اسلام نعوذ بالله دین و خشونت است. نمیدونم ببین توی پاریس چه کار کردن. تشکر از شما برادر عزیز. اسلام داره اینها. ممنونم. تشکر، جزاک الله خیر. تشکر از شما. بیننده بعدی رو میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشین. تشکر از شما برادر عزیز بفرمایید. ببخشید من میخواستم با همین شبکه تماس گرفتم، میخوام حرف بزنم. بفرمایید برادر گرامی، صدای شما رو ما میشنویم مستقیما. شما با ما در تماس شدید و صدای شما با استودیو وصل شده. بفرمایید. بله میخواستم یه سوال از شما بپرسم. بفرمایید برادر گرامی، در مورد موضوع برنامه باشه. ببخشید اگر یکی غیر از خدا فریاد بزنه آیا گناه یا بیننده عزیز تشکر از شما، ولی کوشش بکنین که پیرامون موضوع برنامه سوال مطرح بشه، یا اگر حرف و تعلیقی در مورد صحبت هایی که شد دارین بفرمایید و الا مجبورین از خدمت شما رخصت بشین و خداحافظی بکنین. تشکر از تماس شما، جزاکم الله خیر. تماس بعدی رو میشنویم. سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید.
سلام علیکم. بیننده بعدی بفرمایین. الو سلام. علیکم السلام. سلام، میخواستم بگم تو کتاب بخاری شما اومده برادر عزیز، برادر عزیز در مورد کتاب مقدس، در مورد کتاب مقدس حرف دارین شما؟ من دارم از دین خودتون دفاع کنیم. برادر عزیز، شما به عنوان یک مسلمان هستید یا مسیحی؟ من مسیحیم. مسیحی هستید؟ بسیار خوب. شما بگید که کتب مسیحیت به چند دسته تقسیم میشه؟ کتب مسیحیت عهدینه دیگه. عهدینه؟ بله، عهد جدید و عهد قدیم. بسیار خوب. این خب ما گفتیم عهد جدید شما بگین که به چند دسته تقسیم میشه. عهد جدید. اناجیل چهارگانه نام بگیرین. کتاب اعمال رسولان و اناجیل چهارگانه نام بگیرین. بله. متی، مرقس، لوقا، یوحنا. بسیار خوب. بفرمایین. حالا بفرمایین. میگم شما دارین اینطور میگین کتاب بخاری شما میگه خواهر و مادر شما عقل نداره، بیشعوره. کجا گفته؟ کجای بخاری گفته مادر و خواهر شما عقل نداره، بیشعوره؟ کجا؟ بگین لفظ بخاری. بخوانین حدیث. شما نواقص العقول رو سرچ کنید. برادر گرامی، من به سرچ و مرچ کار ندارم. من به شما گفتم که بخوانین آنچه که شما ادعا کردین. من ادعا کردم از کتب مسیحیت، از کتاب مقدس، تک تک از آنها به زبان فارسی که خود مسیحیت ترجمه کردن، اگرچه به شما هنوزم شک کنم که شما مسیحی باشین. بعد از تک تک از آنها به شما کلمه به کلمه خواندم. شما متن صحیح بخاری بخوانین. بخوان متن برادر گرامی. متاسفانه که قطع کردین. دوباره میتونین تماس بگیرین. لطفاً بدون دلیل اینجا حرف نزنین، چون ما اینجا نشسته ایم با دلیل به شما حرف میزنیم. تک تک از آنها نشان دادیم. اگرچه ما به شما شک کنم که شما مسیحی باشید، شک هستم که شما مسیحی باشید، ولی اشکال نداره. حالا به عنوان یک مسیحی، حالا آمدی خودت را مسیحی معرفی کردی، اشکال نداره. من میخواهم که متن آن چی که ادعا میکنی بخوانی. بعداً تماس بگیر، مشکل نیست. ان شاء الله که تماس شما در اولین مرحله وصل خواهند کرد. تماس بعدی. سلام علیکم. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. برادر گرامی بفرمایید. صدای تلویزیون را اگر ببندین. بیننده عزیز، اگر صدای تلویزیون را ببندین بفرمایید. شما مستقیما با من حرف میزنید. بفرمایید. خوب شما سلامتی؟ تشکر از شما. جزاکم الله خیر. این مسیحی ها متاسفانه تماس شما بیننده عزیز قطع شد. تماس بعدی رو میشنویم. سلام علیکم. بیننده عزیز بفرمایید از کجا در تماس شدین و نام شما؟ استاد فاضل سلام، خسته نباشید. سلامت باشین. تشکر از شما برادر عزیز. از کجا در تماس شدین و نام شما؟ من از ایران تماس گرفتم. حسن هستم. استاد فاضل عزیز خسته نباشین. سلامت باشین آقا حسن عزیز. شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. تشکر از شما آقا حسن عزیز. بفرمایید. زنده باشی استاد فاضل. استاد فاضل میگم دین اسلام زن رو خیلی خوب معرفی کرده. مثلا درست الان این شما گفتین مثلا تو مسیحیت زنی که مثلا بچه بیاره، درسته تو اسلام هم 40 روز مثلا یه زن بعد از ولی نجس نمیشه. مثلا نزدیکی باش نکنی. بله ولی نجس نمیشه. بله ولی نجس نیست. نه زن اصلا نجس نمیشه، چون هر کس همونجوری که ما یه مرد شخصیت مثلا خوب داره، زن هم شخصیت داره. بله هرگز نجس نمیشه. درسته. آره ولی مثلا یه سوالی هم که من از شما داشتم استاد، مثلا زنی که لکه بینی داشته باشه، مثلا اگر یه موقع اشتباه باش هم بستر بشیم مثلا گناه میشه یا نه نمیشه استاد فاضل عزیز؟ چی داشته باشه؟ مثلا لکه بینی داشته باشه استاد. بله برادر عزیز، بسیار خوب، متوجه شدم. دست شما نکنه از این بابت سلامت بشید. شما جواب این
چیز رم دادین از شما یک دنیا تشکر. سلامت باشین برادر عزیز. جواب اون افغانی که از لندن صحبت میکنه مثلا به قرآن جسارت کرد، شما آمدین جواب دادین. الحمدلله. شما ممنون و تشکر. جزاکم الله خیر. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر آقا حسن عزیز. شما بخیر. دست شما رو میبوسم استاد. سلامت باشین بزرگوارین. تشکر از شما برادر عزیز. حقیقتا برادر عزیز و بزرگوار، یعنی ما همیشه شعارم ای هست که افرادی که از قرآن و سنت آگاه نیستند، الحمدلله ما با قرآن و سنت مسلح هستیم. الحمدلله صلاح قرآن و سنت در دست ماست. یعنی اینها را وقتی یک شخص بیه علنی دروغ بگه، خب میدانیم دیگه الحمدلله این یعنی خواندیم اینها را، نه که نخوانده باشیم و آگاه نباشیم. پس خیلی راحته که اینها را انسان خواسته باشه. ما به والله قسم قصد رسوایی اینها و قصد افتضاح اینها را نداریم. ای کاش اینها چیزی بدانن و بیان برای ما بگن. به والله قسم اینها حق بگن، ما میپذیریم. به شما قسم میخورم، به الله قسم که بیای کسی حق را برای من بگه غیر از این چیزی است که تو میگی، من قبول میکنم با جان و دل. و همه اهل سنت و همه مسلمان ها این گونه هستند. هیچ کس عناد نداره با کسی دیگری که ما قصد افتضاح این نفر را داشته باشیم که حالا این نفر را ما افتضاح بکنیم که بله ما افتضاح کردیم، ما کامیاب شدیم. گپ کامیابی و ناکامی نیست. گپ این نیست که ما این نفر را کامیاب کنیم، این نفر را ناکام کنیم، خودمان را در واقع کسی بدانیم که ما مناظره را بردیم و او باخت. نه، این حرف نیست. فقط حرف مسائل رد و بدل مسائل حق و باطل هست. خب تماس بعدی را میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بیننده عزیز، از کجا در تماس شدیم و نام شما؟ علی محمد هستم از تاجیکستان. استاد عزیز، همین رو گفتنی بودم که انسانی که حاضر زنگ زدن به شما گفتن که من مسیحی هستم، اصلا از دین مسیحیت خبر ندارد. او یک رافضی شیعه هست. حالا ما به او گمان نیک کردیم، گفتیم حالا به هر حال مسیحیه، بحث با او شروع کردیم. 100%. لیکن از مسیحیت هم خبر ندارد. اصلا کتاب های مسیحیت مثل که ما قرآن داریم که الحمدلله با قرآن و سنت پیروی میکنیم، اونها عموما همین کتاب وجود ندارد استاد. همه این کتاب هایی که در آنها هستند تعریف شده. بله. بیشتر من بحث داشتم با یک مسیحی. سخنرانی کردن در بابت حجاب. گفت که ما در شهرهای ما مثال شما مسلمان ها میایید کار میکنه، اصلا ما مردم تاجیکستان به طرف روسیه میریم کار میکنه. درست. در همین جهت گفت که من خوش ندارم که یک دختر شما مثال زنهای شما آمده مثال با طرز حجاب و چیز در شهر و مکتب ها در دیگر جاها اشتراک کنند. من خوش ندارم. من گفتم از چی جهت شما خوش ندارید؟ گفت که در دین ما نیست چنین. من گفتم شما تو از دینت خبر نداری. در دینت گفته شده است که این زنی که میخواهد به سطر حجاب گردد در دین مسیحیت گفته شده است که باید حتمی موی سر نداشته باشد. باید بتراشد. بله. همیشه صحبت بحث مناظره کرد. بعد من آیات قرآن در حقیقت از طریق اینترنت به او دسترس کردم که گفتم امر الله هست، ما به این چی میکنیم. واقعا او در آخر شکست خود گفت که من با شما بحث کردنی اینقدر مشکل به من اومد، لیکن در حقیقت مطمئن شدم که شما حقیقت پیروی حقیقت شما هستید. الحمدلله. که با شما میخوان که بحث کنن نه از مسیحیت خبر دارم نه از اسلام خبر دارم. بله درسته. از هر دو تا خالی هم. فقط فتنه اندازن. فقط فتنه اندازن. بله. تشکر از شما. جزاکم الله خیر. شما خداوند شما را در این راه صاحب قدم نگه بدارد. سلامت باشین. تشکر. آمین. سلامت باشین. تشکر از شما. تشکر. جزاکم الله خیر. و این برادری که یا این شخصی که تماس گرفت و به هر حال گفت در بخاری چی آمده، 3 ماه پیش هم به برنامه حجت بی حجت تماس گرفته و اونجا دشنام داده و بدگویی کرده. این افراد شناخته شده یعنی کلا اینها شناخته شده هن. خب تماس بعدی را میشنویم. سلام علیکم و رحمت الله. بیننده گرامی بفرمایید. سلام عرض میکنم به خدمت شما استاد عزیز و گرانقدر. سلامت باشین. تشکر از شما. سوال بیننده میخواستم پرسش کنم شما را که این لکه‌بینی که گفتن جوابش ندادیم. میخواستم بدونم حواس و نباشه زن لکه‌بینی داشته باشه مجامعت کنیم با ایش اشکال داره یا مشکل نداره؟
بسیار خوب بیننده عزیز، تشکر. این سوال دوم من درباره افرادی که کشته میشن در جنگ با مسلمانان تو سوریه، میخواستم بدونم شهید هستن اینا یا نه؟ اسمش برادر عزیز، برادر عزیز، شهید هستن. عزیز برادر، این سوالات را اگر مطرح بکنین در برنامه پرسش و پاسخ بهتره، چون ما اینجا یک بحث را مطرح میکنیم و دوست داریم بر اساس همان منهج پیش بریم. بله. جزاکم الله خیر، تشکر از شما. الان اگر پاسخ من رو بلد هستین بگیم که من حقوق شریف رو بدانم. بسیار خوب، تشکر از شما. بیننده بعدی، سلام علیکم و رحمت الله. بیننده عزیز بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام برادر عزیز، بفرمایید. از کجا در تماس شدین و نام شما؟ من از ایران تماس میگیرم خدمت شما. بله بفرمایید برادر عزیز. اسمتون؟ من یه سوال شرعی داشتم. برادر عزیز، برنامه پرسش و پاسخ و سوال شرعی نیست. اگر در مورد آنچه که در برنامه گفته شد حرفی دارین بفرمایید. در برنامه ما آنچه که صحبت کردیم در مورد زن در آیین مسیحیت و آمدیم مطالبی را از کتاب مقدس نشان دادیم که دید آیین مسیحیت. این زمینه سوال دارم، اتفاقا سوال دارم. بفرمایید. تو این زمینه سوال داشتم. برنامه شما رو دیدم، اول زن داشتم، بعد زنم به شک تبدیل شد، شکم به یقین تبدیل شد. فهمیدم که زن در مسیحیت هیچ چیز خوبی نیست. باید انسان شک کند، بعد که شک کرد یقین کند. بله. و مسائل زنی را از خودش جور کند تا اینکه بتواند به خدا نزدیک بشود و بعد از آن که خدا نزدیک شد زنش را کنار بگذارد و با یقین خدا را عبادت کند. من واقعا در این زمینه مسائل خوبی را یاد گرفتم از شما. تشکر از شما، جزاکم الله خیر. تشکر برادر عزیز. خب تماس بعدی رو میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام. علیکم السلام بیننده عزیز، بفرمایید. از کجا در تماس شدین و نام شما؟ سلامت باشین. میشه معرفی بکنین نام مبارک شما؟ من حسین هستم. بله آقا حسین عزیز بفرمایید. بزرگوار، این من برنامه‌تون رو امشب کامل نگاه کردم. بله. خیلی جالب بود. بله. در ارتباط این آیین مسیحیت، زن آیین مسیحیت بفرمودید. بله. چون ما چند کوچه پای مهندس خودمون هم حتما بسیار داشتیم. هیچ کمی در ارتباط بحث همجنسگرایی هم این موضوع خیلی فعال بود. بیننده عزیز آقا حسین گرامی، اگر در مورد همین موضوع صحبت بکنین، فقط موضوع زن در آیین مسیحیت، باز بحث‌های دیگه ان شاء الله اگر وقت شد ما در مورد آنها صحبت خواهیم کرد. نه درسته، نه منظور من همین بود. خب که مثلا در رابطه با حقوق زن در اسلام که من باشون صحبت می‌کردم یا در باره حقوق زن که صحبت می‌کردیم، اونا با چیزی دارن از خودشون در می‌آوردن چجوری بود. بعد یه سری می‌گفتن به من اینو بخونن که مثلا زن در خودشون خیلی جایگاه و ارزش والایی داره. بله. منتها خب الان امشب این فرمایشاتی که شما کردین هم یه خیلی چیزا من خودم یاد گرفتم و این خوب شد که بدونم توی این بحثایی که باشون می‌کنم حداقل بتونم از این استفاده کنم ان شاء الله. فقط اگه بتونید من راهنمایی کنید که این از کدوم مرجع بود که من اگه بتونم اونجا بکنم کدوم کتاب بود؟ مراجعی که برادر عزیز گفتیم از کتاب مقدس بود، از عهد قدیم و از عهد جدید. بیشتر مطالبی از لاویان مطرح کردیم، از انجیل متی مطرح کردیم، از اول تیموتائوس مطرح کردیم، از اول قرنتیان مطرح کردیم. به همین ترتیب هر کدام مرجعش را گفتیم در لابلای برنامه. تکرار برنامه رو ببینین یا در برنامه در یوتیوب گذاشته شد ببینین، ان شاء الله باز میتونین از اونجا بری یادداشت بکنین. استاد جان، این زن در آیین مسیحیت اینا در مثال مهری هم همینجور هستن مثلا یا که اونا مهری چیزی ندارن؟ متوجه نشدم برادر عزیز. اونا در آیین مسیحیت زنان آیا علاوه مثلا مثل ما مسلمانان که مهریه به زن میدیم، آیا اونا هم این چیزی ارزشی واسه زن قائل هستن یا
حقیقتا برادر عزیز تا حالا به چشم من چیزی در این مورد نخورده که زن مهر داشته باشه، ولی یعنی نمیگم که کاملا انکار بکنم، ولی حقیقتا به چشم من تا حالا در کتاب مقدس نخورده که چیزی به نام مهر باشه. ولی به هر صورت آنچه که ما مطرح کردیم پیرامون جایگاه زن که او نجس میدانند و مسائل دیگر در اینجا مطرح شدن، مسائل مهر و اینها حقیقتا به چشم بنده نخورده تا حالا. بازم در روزهای حتمی در شرطه ادامه دیدیم که هم ما خودتون بگیریم. ولی خب تشکر از شما برادر عزیز و بزرگوار. تشکر از شما. تشکر. خب تماس بعدی رو میشنویم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز از کجا در تماس شدین؟ افتخار جهان اسلام، بنده احمد هستم از جرمنی، امروز شما صحبت میکنم. ماشاءالله شما از طریق تلویزیون شما را میبینم دیگه. و شما امروز بسیار یک چیز خوب امروز انتخاب کردین راجع به دین مسیحیت. ببخشید یک لحظه ما بیرون میرم. ما از جرمنی صحبت میکنم. بله. و تقریبا 30 سال میشه که ما در جرمنی زندگی میکنم و بسیار با واضح برای شما میگم که محبت و صمیمیت در دین عیسویت در مقابل زنها و اینها بسیار صحبت میکنن از محبت. بله. اگر واقعا یا محبت به انسان و انسانیت میداشتن، شما فکر کنین جنگ اول جهانی با سابقایش نمیریم. بله. جنگ اول جهانی، جنگ جهانی دوم، بله، 55 میلیون نفر کشته شد. بله. یک مسلمان آغاز نکرد. بله. همین جنگ همین سویه شروع کردن. همه نفر 6 میلیون یهودی‌ها را، همین آلمانای نازی از بین برد. کجا بود همین کاتولیش و ایوانگلیش کدشه؟ درست. همینا جنگای ما و شما بریم از اینجا در امریکای جنوبی در وقتش بود که سویه اسپانیا در امریکای جنوبی در اونجا امی سویه شرط میزدن با توسط شمشیر چطور ما میتونیم توسط یک شمشیر یک انسان دو نصف بسازیم. برادر عزیز، آقا احمد عزیز، آقا احمد عزیز، اینها خب یک تاریخ بوده. بیاین به امروز مراجعه بکنین. امروز در آفریقای مرکزی مسلمان ها سر میبرند، مسلمان ها سر میبرند، آتش میزنن. شما ویدیوها رو حتما دیدین. هر کس که در اینترنت سر و کار داشته ویدیوهای آفریقای مرکزی رو دیده. بله، ما میبینیم اینا در آلمانی ما بسیار معذرت میخوایم بر شما میگن که برای مردم میگن که شما آب بخورن، مردم خود از جا شراب می نوشن. به این شکل است. شما میبینیم زیادترین سلاحی را که فعلا در جهان با فروش رسانده امریکاست. بله. چطور میشه مردم میگم که تو واسر بنوش، با خودش برای شراب می نوشه؟ بله. امکان نداره. بله. ما شما میبینیم حق ویتو را تمام کشورهای عیسوی از روسیه، فرانسه، انگلستان، امریکا، اینها کسایی است که حق ویتو را در ملل متحد دارند. بله. یک کشور اسلامی حق ویتو ندارند. بله. ما شما با چشم دیده خود میبینیم در سوریه هزارها، تقریبا 400,000 نفر در اونجا به شهادت رسید. این کلیساهایی که فعلا از محبت، صمیمیت، شفقت صحبت میکنن، چرا یک روز در تلویزیون‌های آلمان یک روز همین طفلای معصوم بیگناهی که سرایشان از سر درختها پایان میارن امیر نشان نمیتن؟ تشکر از شما برادر عزیز، تشکر. هرچی از این دردها بگین، هرچی از این دردها بگین باز هم وجود داره. یعنی درد مدعیست برادر محترم که اینها بسیار از محبت گپ میزنن. بله. محبت از یار ما با چشم سر میبینیم که دمی دور نمیریم. جنگ جهانی دوم که تقریبا 60 سال پیش 6 میلیون نفر یهودی‌ها را همینطور از بین بردن. و کجا بودی کاتولیش و این فالگیلش و این همه چیزا که بود همه تماشا میکردن. و الان هم در سوریه میلیون ها طفل معصوم و بیگناهی که دونه نو تولد میشه، 2 روزه 3 روزه به شهادت میرسه،
خوب میفهمن برام هیچ عکس العمل نشان نمیدن. تشکر از شما برادر عزیز. آقا احمد عزیز تشکر. صرف صلاح خود میفروشن. بله درسته. بله درسته. خداوند متعال به شما جزای خیر بده برادر عزیزم. تشکر آقا احمد گرامی. تشکر از آقا احمد عزیز. اجازه بدین که تماس‌های دیگه بیننده ها هم بشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام، خسته نباشید استاد. سلامت باشین. تشکر از شما برادر عزیز. از کجا در تماس شدین و نام شما؟ احمد هستم، از ایران تماس میگیرم. ماشاءالله امروز آقا احمدای عزیز فراوانن. کارگردان عزیز ما آقا احمده. بفرمایید. بله. اسم حضرت رسول مبارک دیگه، همه اسمشون رو بله گذاشتن، هرچی بیشتر باشه بهتره. بفرمایید برادر عزیز، اگر در مورد موضوع برنامه صحبت دارین بفرمایید. در موضوع برنامه یه شبهه‌ای که زیاد مطرح میشه، من اینو میخوام مطرح کنم. یه سوال دیگه دارم. این برادر عزیزم اگر شبهات بگذارین به برنامه‌های بعدی. فقط آنچه که امروز در مورد مسیحیت از دیدگاه زن، از دیدگاه مسیحیت مطرح شد، اگر حرفی دارین بفرمایید، در خدمتیم. اون سوال زن در مورد دیدگاه اسلام در مورد زنه که میگن که در مورد اینکه زن شما مسیحی هستید برادر عزیز؟ برادر عزیز شما من مسلمانم. بسیار خوب. پس بگذارین شبهات رو ان شاء الله در برنامه‌های بعدی. این سوال من اگه جواب بدید خیلی خوب میشه. برادر عزیزم چون دیگر بیننده ها هم سوال کردن، اگر قرار باشه که سوال شما رو جواب بدین دیگر بیننده های ما ناراحت میشن و یا فکر دیگری میکنن. بگذارین که بحث شبهات رو بگذارین در برنامه‌های بعدی. اگر کدام تعلیقی در حرفها دارین یا سوالی در مورد آن چی مطرح شد دارین بفرمایید. شما از اول برنامه رو شنیدین؟ از اول برنامه رو من نگاه کردم، از تو فیسبوکتونم پیگیر بودم، یعنی منتظر بودم این برنامه. یه سوالی که برای من مطرح بود، یعنی تو فضای مجازی بیشتر باهاش درگیریم، در مورد همین نصف بودن ارث زن نسبت به مسیح اسلامه. یعنی بسیار خوب برادر عزیزم، ان شاء الله اگرچه این به صورت کلی نیست که حقوق زن یا میراث زن در اسلام نصف باشه، بلکه در موارد خاصی هست که این موضوع فقهی. ان شاء الله ما در برنامه بعد به این مفصل میپردازیم. ان شاء الله بیننده باشید. متشکرم. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. خب بیننده بعدی رو میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید از کجا در تماس شدین و نام شما؟ صدای تلویزیون رو ببندین بیننده عزیز. تماس بعدی. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام بیننده گرامی، از کجا در تماس شدین و نام شما؟ حسن باشید استاد. حال شما خوبه؟ تشکر از شما آقا حسن عزیز، بفرمایید. نوکرتم. استاد من از ایران تماس میگیرم، بچه کردستانم، شهرستان مریوان. ماشاءالله بفرمایید. نوکرتم. استاد من مسیحی ام. بله. این برنامه که شما از برنامه خودتون خیلی الو بله میشنوین آقا حسن عزیز، بفرمایید. از برنامه خودتون خیلی تشکر میکنم، برنامه‌تون خیلی عالیه. من مسیحی ام. این برنامه مزخرفی که حالا شما پخش کردی واقعا مزخرفه. چرا مزخرفه؟ آقا حسن عزیز چرا مزخرفه؟ نه برنامه خودتون نمیگم. همون چیزی که نوشتن. بله متوجه شدم. یعنی آنچه که در کتاب مقدس وجود داره میگین مزخرفه. بله درسته، واقعا مزخرفه. من خودم مسیحی هستم، میخوام سنی بشم، سنی موحد. چیکار کنم؟ چی بگم؟ کمکم کنی. برادر عزیز، وارد شدن به اسلام فقط این است که شما توحید الله متعال را بپذیرین. نگین که خدا سه تاست، بگین الله یکی است، لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. الله اکبر. الله متعال از شما بپذیره. خیلی ممنون، دستتون در نکنه. ممنون از برنامه خوبتون، واقعا برنامه‌تون عالیه. همون چیزی هم که اونا نوشتن، مسیحا نوشتن، واقعا مزخرف، چیزی الکی، زن نجس نیست. حالا ما تو قرآن خودمون فقط یه چیزی هست به اسم سوره نساء، درسته یا نه؟ بله در قرآن سوره است به نام نساء، یعنی به نام زن. و وقتی تو قرآن سوره نساء اومده، اینا چرا این چیزای مزخرف رو نوشتن؟ تشکر از شما. تشکر.
ممنون، دستتون در نکنه. الله اکبر. جزاکم الله خیر. الله اکبر. تشکر از شما خدا برادر حافظ. ممنون. تشکر از برنامه‌تون. خدا حافظ. جزاکم الله خیر. خب بیننده بعدی رو میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام عرض میکنم. سلامت باشید. بیننده عزیز از کجا در تماس شدین برادر گرامی و نام شما؟ بنده عبدالله از ایران تماس میگیرم. بله آقا عبدالله عزیز بفرمایید. آقای فاتح، من این عرضی رو دارم خدمت شما. ببینید بفرمایید. الان شما بحث زن در اسلام و مسیحیت چند وقت دارید صحبت، اما من سوال اصلی اینه، اینقدر که شما دارید آب و پا می‌ریزید که زن در اسلام جایگاهی داره، به نظرم به هیچ وجه اینطوری. چرا برادر عزیز آنچه که در کتاب مقدس بیان شده شما اینها رو قبول دارین یا رد میکنید؟ اون چه در کتاب مقدس مسلمانان هست از جواز تعدد زوجات. برادر عزیزم حضرت یعقوب علیه السلام چند تا زن داشت؟ حضرت یعقوب که قبول دارن مسیحی‌ها؟ ببینید سوال مر جواب بدین برادر عزیز، اگرچه من نمیخوام که به این موضوعات داخل بشم. حضرت یعقوب علیه السلام چند تا زن داشت؟ الان ما تو 2016 برادر عزیزم شما در 2016 شما الان مسیحیین یا مسلمان؟ بنده مسلمان هستم. بسیار خوب، اگر مسلمانین این بحث اگر شبهه‌ای دارین باز در این مورد ان شاء الله ما در برنامه‌های بعد در مورد تعدد زوجات هم صحبت میکنین، عجله نکنین. حالا شما بگین آن چی که در کتاب مقدس ما نقل کردیم از اول برنامه با ما بودین یا نه شما؟ من هفته قبل دیدم. نه این برنامه امشب را دیدین؟ این برنامه را دیدین؟ فقط تماس رو گوش دادم. جزاکم الله خیر. پس تشکری میکنیم از تماس شما بیننده عزیز و نمیتونین از این بیشتر بشنوین. مادامی که شما از اول برنامه نشنیده اید، خب چگونه میخواین که در مورد برنامه قضاوت کنین؟ بگذارین که دیگر بیننده ها قضاوت کنن. آخرین تماس. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید از کجا در تماس شدین و نام شما؟ الو سلام. علیکم السلام بیننده عزیز، بفرمایید از کجا در تماس شدین؟ محمد هستم از ایران. آقا محمد عزیز بفرمایید. الو سلام. علیکم السلام. آقا محمد عزیز شما فعلا صدای شما داره پخش میشه و اگر در مورد موضوع برنامه صحبتی دارین ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید. نه در مورد برنامه صحبتی نداشتم، فقط میخواستم از شما تشکر کنم. واقعا با این برنامه‌ای که دارید خیلی برنامه‌های خوبیه. تشکر از شما، جزاکم الله خیر. خوبی از خود شماست. تشکر. تشکر از شما، جزاکم الله خیر. آقا محمد عزیز وقت برنامه ما هم رو به اتمام هست و تشکری میکنیم از شما، جزاکم الله خیر. بینندگان عزیز و گرامی، سخن در این مورد طولانی هست، اجازه بدین که از این بیشتر باعث گرفتن وقت شما نشیم. وقت شما هم عزیزه و وقت ما هم عزیزه و اگرچه دوست داریم که در این مورد مفصل صحبت بکنیم، اما بگذاریم که آنچه مطرح شد خواهران گرامی ما، خواهران ما از مسلمانان قضاوت بکنن و زنانی که مسیحی هستند خودشان در این مورد تصمیم بگیرن و قضاوت کنن و ببینن که در دین مسیحیت به اینها چی میگه، آیا به اینها ارزش قائله، آیا کتاب مقدس اینها رو به عنوان یک انسان شناخته، به عنوان یک انسان شناخته که صاحب رأی باشن، اینها پاک و پاکیزه باشن. یعنی چیزهای عجیب و غریبی که ما در این برنامه مطرح کردیم و تشکری میکنم از تمام بینندگان عزیز و از عزیزی و برادری که اعلان شهادت کردن و اعلان اسلام کردن. الله تعالی ایشان را ثابت قدم در راه اسلام قرار بده و امیدواریم که دیگر بینندگان ما هم، کسانی که میبینند، کسانی که شاید بعداً ببینند، خواهشم این است که فقط تعصب را بگذارید کنار و اندکی تعقل کنید، فکر کنید در مورد آنچه که در این برنامه مطرح شد. امیدوارم که همه در پناه حضرت ایزد متعال قرار داشته باشیم و الله متعال ما را هدایت بکنه و الله متعال ما را هدایت بکنه و الله متعال ما را به راه راست و به راه مستقیم هدایت بکنه. تا برنامه بعدی همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.